خب خوش اومدین. یه چند دقیقه صبر کنین دوستان جمع بشن بله و سپاسگزارم حتما. شروع میکنیم. خواهش میکنم تو این فاصله میتونیم یه موزیک پخش کنیم. چه کاری رو میپسندین شما سرکار خانم؟ اگر امکان داره هر موسیقی که شما خودتون در مورد ایران باشه دیگه. و اگر رسم این برنامه هارد تاک اینه که از مهمون میپرسه. این بله اتاق اگر دیده باشین قبلا اتاقی است که مهمانهای سیاسی میان، فقط اونا رو استیج هستن، کسی دیگه بالا نمیتونه بیاد. شما و من هستیم. بله من سپاسگزارم. سوال میکنم از خدمتتون، شما پاسخ میدین و رسمه که ما در این برنامه بالاخره از شما میپرسیم که از مهمون میپرسیم اساساً چه موسیقی دوست داره همونو پخش کنیم. بله اگه امکان داره سرود ملی مرز پرگوهر رو اگر پخش کنین سپاسگزار میشم. بله بله، مرز پرگوهر. از کی؟ از آقای محمد نوری یا فرقی نمیکنه از مرز پرگوهر پخش بشه، سرود ملی هست. و ای ایران ای مرز پرگوهر؟ بله چشم. سپاسگزارم. خواهش میکنم. ما در این برنامه بنا داریم البته خیلی استنادات صوتی رو داشته باشیم. من با این حساب اساسا کلاب دک بالا میارم که بتونیم، چون شما میخواید پاسخگو هم باشین، ما یه طورایی. خانم آقایون خیلی خوش اومدین. تا چند دقیقه دیگه در خدمت سرکار خانم هستیم از گرایش سلطنت. من موزیکی که مهمانمون علاقمنده پخش میکنم و بعد وارد گفتگو میشیم. ایران ای مرز گلبهار، ای خواجه سرچشمه هنر، رفت و اندیشه بقا آینده ما را بدان. ای دشمن از تو خنده خواهی من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. ذکر تو چون پیشم دور از تو نیست اندیشم.
کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. ایران ای خرم بهشت من، روشن است و سرنوشت من، گر آتش بارد به پیکرم، لطف لعل در دل نپرورم. آب و خاک و دل تو سرشته شد دلم، اگر با نفس تویی شود دلم، فکر تو چون روح پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این کار ما، پاینده باد خاک ایران ما. ایران، ایران، بسیار خوب. خیلی ممنون از سرکار خانم بختیاری که این انتخابو کردن برای ماها که بیرون از ایرانیم، که خیلی دلچسب و جالب بود شنیدن صدای ایران. برای من که در استودیو زیر 2 بلندگوی دهک بالایی نشستم، جالبتر و غرور آفرید. خیلی خوش اومدین خانم بختیاری. اکانت سپاسگزارم. اسیست، خواهش میکنم، اکانت اسیست همراهی خواهد کرد اونجایی که لازم صدایی پخش بشه از نکاتی که شما لازم دارین یا نکاتی که من لازم دارم. خانم بختیاری خیلی اشراف دارن روی فعالیت‌های آزاد رضا پهلوی. سوالات ما رو در اتاقهای مقدماتی خیلی خوب جواب دادن و متاسفانه ما از دوستان طرفدار پهلوی خیلی دعوت کردیم، سرکار خانم گنجی، آقای سکویی، جناب آقای ارزم به خدمتتون که آریا، و تا الان موفق نشدیم دعوتمون رو در واقع لبیک بگیریم، ولی خانم بختیاری قبول کردن. خیلی خوشحال. خانم بختیاری، معمولا ما 4 مرحله خواهد داشت کارمون. تو مرحله اول ما می‌خوایم خود با شما آشنا بشیم. اگر شخصا فعالیتی دارید تو حوزه یک گرایش سیاسیتون بفرمایید، وگرنه برم سراغ مرحله دوم که سوالاتی است درباره اصطلاح نظام فکری شاهزاده رضا پهلوی. بفرمایید. بله، من سپاسگزارم ابتدا از اینکه این روم رو تشکیل دادید و اجازه دادید که ما هم صحبت بکنیم. یعنی من حالا به نمایندگی از بخشی از مشروطه خواهان صحبت کنم. مشروطه پادشاهی یا پادشاهی یا پارلمانی فرقی نمیکنه به اون شکل، یعنی به صورت کلی. و واقعا لازم بود که این صحبت بشه. البته من به عنوان یه عضو کوچکی از این مجموعه و دوست داشتم 1-2 دوست دیگر هم باشن که قطعا هم تجربیاتشون بیشتر هست و هم خب به هر حال اشراف بیشتری دارم، ولی تا اونجا که امکان داشته باشه قطعا من به سوالات شما و اگر دوستان دیگری سوال داشتن پاسخگو خواهم بود. من همونطور که خب اسمم مشخص هست، اسم شناسنامه‌ایم همیرا بختیاری. من از تبار بختیاری هستم و در سیاتل آمریکا زندگی میکنم. سال هاست که دارم فعالیت سیاسی انجام میدم و فعالیت من از داخل ایران شروع شد در زمان کوی دانشگاه، ببخشید در زمان کوی دانشگاه در سال 78 آغاز شد، زمانی که اون اتفاقات برای دانشجویان افتاد و متاسفانه عده زیادی از دانشجویان
اه، کشته شدن. ولی خب اون اعتراضات به خیلی با سرعت سرکوب شد و پس از اون حالا نه به صورت خیلی مداوم، ولی به هر حال من اه، به طور کلی میتونم بگم میدونستم که این رژیم نمیتونه جایگزین خوبی برای پادشاهی مشروطه که داشتیم باشه. و بعد از آمدنم به امریکا باز هم فعالیتم شروع شد. در ابتدا خیلی فعال نبودم و بعد آغاز شد این فعالیت و بعد به طور مستمر بیشتر میتونم بگم از سال 1396 دی ماه 96 به طور مستمر و خیلی فعال اه، تلاش میکردم. من برگزار کننده تظاهرات هستم در شهر سیاتل. خب خیلی ها منو میشناسن و با دوستانی که با شاهزاده ارتباط دارن هم به نوعی ارتباط دارم و با دوستان دیگه که در اروپا، کانادا و امریکا هستن هم همینطور. و خب به هر حال ما با هم مرتبط هستیم و همدیگه رو پیدا میکنیم، چون واقعا به طور خیلی جدی اعتقاد داریم که باید ایران آزاد بشه. متاسفانه ایران در گرفتار اشغالگرانی هست که داریم مشاهده میکنیم چه اتفاقاتی افتاده. من بسیار عالی. بله من سپاسگزارم. یعنی این بخش رو بذاریم برای بله معرفی شما. چشم. بسیار. بله پس الان در کادر آقای پهلوی یا فعالیت منسوب به ایشون شما از فعالین امریکا هستین، بله؟ بله حوزه امریکا. بله بسیار بسیار. خب در ابتدا من همون مطلبی که اون دفعه هم از شما پرسیدم جواب جالبی شنیدم. آقای پهلوی یکی از اتهاماتی که اپوزیسیون یا حتی دشمنان و مخالفین ایشون بهشون میزنه اینه که هیچ کاری نمیکنه، هیچ کاری نکرده، یه مغازه بلد نیست اداره کنه، یا نمیدونم یه کانال تلگرامی نداره، هیچ کاری نکرده. شما روز یه گزارش جالبی به من دادین، اگه ممکنه بفرمایین که اقدامات شاهزاده توی این مدت، یعنی کلا اقدامات اساسی و بزرگش چی بوده؟ بفرمایین. بله. اول من خدمت شما بگم از زمانی که شاهزاده خارج از ایران بودن و انقلاب شد، از همون زمان اه، واقعا به صورت جدی فعالیتشون رو شروع کردن و هیچ زمانی ایشون از فعالیت دست نکشیدن. و دوستان سوال جالبی میکنن که در طول این سالها برایند این فعالیت ها چه بوده و سوال به جایی هم هست. من خدمت شما عرض کنم که شاهزاده یک ارگانیزیشنی رو درست کردن، یا سازمانی رو بهتر بگم، که ققنوس هست نامش. و در زمانی که افتتاح شد از متخصصانی تشکیل شد که گفتن ما کاری به سیاست نداریم و برای پس از آزادی ایران و حتی همین الان ما برنامه هایی داریم که کمک کنه برای بازسازی ایران. یعنی این مجموعه که الان هم در حال حاضر در حال فعالیت هست، در بخش آب، در بخش توریست، در بخش محیط زیست به صورت کلی، در بخش اقتصاد و سیاست، که البته نه اون سیاستی که شما فرض کنین بخوان دخالت کنن در سیاست، کاملا دیدشون جداست و سعی میکنن به دلیل اینکه نان پرافیت ارگانیزیشن هم هستن. اصولا در امریکا نان پرافیت ارگانیزیشن ها نمیتونن وارد سیاست بشن به اون شکل و فعالیت میکنن در بخش علمی صنعتی. افراد خیلی فرهیخته هستن. در بخش پزشکی همینطور هستن که واقعا دارن تلاش میکنن. آقای دکتر محسن
محسنی یکی از افرادی هستند که در بخش پزشکی فعالیت میکنن و حتی فعالیت یعنی چی؟ یعنی ما فردای ایران قسمت پزشکی یعنی چی از الان فعالیت میکنه؟ منظور چی است؟ بله من خدمتتون عرض میکنم، میبخشید صدایی هستش پوزش میخوام. در بخش پزشکی که فعالیت میکنن، البته ایشون با همسرشون که در فایزر هم یکی از مدیران ارشد فایزر بودن فعالیت میکردن. البته فرق میکنه کارهای ایشون و همسرشون. ببینید، در حال حاضر خب عده‌ای از دانشجویان هستند که به ققنوس پیوستن در اروپا، امریکا و حتی حالا درست نیست بگم، ولی خب بعضی از اه، متخصصین داخل ایران هم همین الان فعال هستن. یعنی اینطور نیستش که این ارتباط وجود نداشته باشه، فعالیت وجود داره و دارن بررسی میکنن راههای بازسازی ایران رو. و مثلا فرض کنین در مورد همین ویروس کرونا، تحقیقاتی که آقای دکتر محسنی انجام دادن و ما در یک نشستی بود با AMCD، خب من عضو AMCD هم هستم، یعنی American Mid East Coalition for Democracy، من عضو اون سازمان هم هستم. و در اونجا ما یه میتینگی داشتیم که آقای دکتر محسنی به طور مبسوط اشاره کردن که چه فاجعه‌ای در ایران در اون زمان، در زمان کرونا داره اتفاق میفته و چقدر اطلاعات وحشتناکی دادن راجع به فجایعی که در ایران هست و ویروسی که واقعا کشنده بود در داخل ایران و اتفاقا نشون دادن که بیشتر بعد از اینکه در چین این اتفاق افتاد منتقل شد به ایران و از ایران بیشتر به جاهای دیگه منتقل شد. حالا توضیحات خیلی مفصل رو من پیدا میکنم، حتی فکر میکنم اون میتینگم ضبط شده، اگر تونستم پیدا کنم چون مربوط به سالهای گذشته است خدمت شما لینک رو میدم. میگم باید حتما جستجو کنم و در حالا اگر فرصتی بود من در چت یا در جای دیگه خدمت شما میذارم، اگر خواستین پخش کنین. و صحبت هایی که هست اگر شما سرچ کنین این سازمان ققنوس رو میتونید ببینید که افتتاحیش رو و صحبت هایی که شد در مورد صنعت توریسم در ایران میتونه چه درآمدی داشته باشه برای ایرانیان، در رابطه با صنعت ایران میتونه چقدر درآمدزایی داشته باشه برای ایران و متخصصین رو جلب کنه. و در رابطه با آموزش هم همینطور، آموزش و پرورش هم هستش. خانم بزرگی، شیما بزرگی این بخش رو به عهده دارن و دارن این بخش رو رهبری میکنن و افراد زیادی هم تحت سرپرستی ایشون هستن. همین الان هم میگم جناب آقای دکتر لاهوتی هستن که خب من عضو جبهه هماهنگ مبارزان هم هستم که سالها در این جبهه فعالیت دارم و هر یک شنبه ما میتینگ داریم تحت سرپرستی آقای دکتر نصر اصفهانی. آقای دکتر نصر اصفهانی وزیر کشور دوران پادشاهی محمد رضا شاه بودن و ایشون با سن خب واقعا باور نکردنی ایشون هنوزم فعالیت میکنن، حدود 92 سالشونه، ولی دارن جدا ما رو هدایت میکنن. همین امروز هم ما یک برنامه‌ای داشتیم و آقای دکتر لاهوتی هم در این جبهه حضور دارن که در ققنوس هم آقای فقط دکتر لاهوتی هستن. و در بخش آب و محیط زیست آقای آقایون دیگری هم هستن که فعالیت میکنن و از این بخش که بخوام در مورد ققنوس بیشتر میتونم توضیح بدم، ولی از همین بخش یه گروه دیگه هست به نام پروژه امید ایران که در اون پروژه هم افراد
فرهیخته‌ای هستن که در رابطه با مسئله آب، یعنی تمام تمرکزشون بیشتر روی مسئله آب هست و مسائلی که در رابطه با آب ایجاد شده و تمام این مجموعه تحت نظر شاهزاده رضا پهلوی است و تحت نظر ایشون کار میکنن، به طور هماهنگ با ایشون گفتگو میکنن و نظرات ایشون رو میپرسن، خب گرچه این شد پروژه ققنوس، یک پروژه غیر سیاسی برای بله فردای ایران در حوزه های مختلف. من دارم وبسایتش رو سعی میکنم پیدا کنم، بله بالا پین کنم. دیگه چه کاری کردن جناب پهلوی؟ بله همین خدمت شما گفتم که پروژه امید ایران که یک زیر مجموعه ای از ققنوس هست، ولی خب به طور مستقل الان داره کار میکنه. پروژه امید ایران، پروژه امید ایران بیشترین تمرکزش روی مسئله آب هست و محیط زیست. مسئله آب یکی از مسائل بسیار بغرنجی هست که گریبانگیر کشور ما شده و این دوستان بررسی های زیادی کردن و راهکارهایی برای مشکل و رفع مشکل آب رو دارن در حال حاضر و راهکارهای زیادی رو ارائه دادن. اتفاقا ما یک برنامه‌ای داشتیم از طرف جبهه هماهنگ مبارزان که با آقای دکتر انصاری اجرا کردیم. من و آقای دکتر انصاری دوستان رو دعوت کردیم و همین چند وقت پیش در یوتیوب بود، ولی خب متاسفانه با یک هکرهایی که اومدن و اون حالا لینک خصوصا این دو جلسه‌ای که ما داشتیم و ضبط شد در یوتیوب گذاشتیم، اون رو هک کرده بودن و مشکل ایجاد شده بود، ولی خب به هر حال لینکش فکر میکنم موجود هست، اونم خدمت شما ارائه میدم که صحبت کردیم که کامل توضیح بدن در رابطه با این پروژه. و همونطور که نمیدونم دوستان مستحضر هستن یا خیر، در ایران 50 دشت کشور به خاطر بحران آب و اتفاقی که افتاده 50 دشت کشور دچار فروچاله شده، یعنی فرای این فرونشست به فروچاله تبدیل شده. در همین فکر میکنم حدود 1 سال پیش بود یا چند ماه پیش که در میدان ونک مشاهده شد که یک فرونشستی صورت گرفت. این اتفاق در اصفهان، شیراز هم افتاده و دشتای قزوین، تهران، کبودهراهنگ، اصفهان و شیراز متاسفانه، و من دیگه حضور ذهن ندارم متاسفانه، ولی میتونید شما سرچ کنید. اصلا به ادعای خود خبرگزاری مهر بود که اینم عنوان کرده بودن و علتش هم این هستش که به علت کمبود آب که اصلا رسیدگی نشده و خیلی جاها باید رودخانه ها باید لایب رویی می شده. مثلا رودخانه کارون باید این کار انجام می شده، ولی به دلیل اینکه خرج نکردن و این کار رو نکردن، داریم می بینیم که رودخانه کارون که در اون کشتی رفت آمد می کرده در زمان پادشاهی محمد رضا شاه، الان به چی تبدیل شده. خب و بعد خانم همیرا، حالا همین 1-2 مثال رسوند. منتها بله سوال، بله این طرح‌ها رو به دولت ایران میدین؟ به یعنی این دولت بعدی ایران، بله. و الان به هم حتی دولت بعدی. خواستن، بله، حتی خواستن همکاری هم بکنن، ولی باور بفرمایید که دولت کنونی ایران اصلا توجهی به این مسائل نداره. الان به خاطر چاهایی که زده شده، چاهای غیر قانونی که زده شده و انقدر این چاها زیاد بوده، لایه های آب رو از این زمین ها برداشته شده، یعنی بدون توجه. و این چاه ها وقتی که لایه های
آب در بین به عنوان یه حایل هستش که زمین از چند لایه تشکیل شده. وقتی این لایه آب برداشته میشه، این زمین ناخودآگاه یه خلایی درش ایجاد میشه که فرونشست میکنه و حالا ممکنه در یک جاده‌ای باشه، مردم دارن از اون جاده گذر میکنن، ناگهان فرو میشینه، یا در یک منطقه‌ای باشه مثلا خانه‌های مسکونی باشه، فرو میشه و دولت بدون توجه به این مسائل اجازه برداشت آب رو از چاه‌ها داده در سالهای طولانی، در طول 45 سال، و حالا ایران دچار این بحران شده و والا بحران اگه موافق بسیار. باشین، بله. من ببخشید تو حرف میام دارم، خواهش میکنم. چون شما مراحل گرمه. بعدی. بله بله بله. بله گرم میشین فراموش میکنین. حالا بریم کار بعدی ایشون دیگه چی بوده، کار دیگه ای داشتن؟ بله، ببینین کارهای زیادی ایشون دارن انجام میدن. این یکی از کارهایی هستش که سخن به میان میاد که ایشون چه برنامه ای دارن. خب این دو نمونه از این هستش که ایشون بی برنامه نیستن، ولی مثل حالا رژیم یا بعضی از کسانی که فقط تجزیه طلب هستن یا واقعا به فکر یک افکار دیگه ای هستن، هنوز ما بهشون میگیم 57، هنوز برنامه ارائه ندادن، ولی ایشون سالهاست که دارن روی این پروژه ها کار میکنن همراه با دوستان متخصصی که خدمتون گفتم. و حالا غیر از این موارد که خیلی مهم هست، ببینید به عنوان شخصی که خارج از کشور هست و سیاسی چی؟ ببخشید عذر میخوام، اینا که دارم شما وارد گفتین. سیاسی میشم. اوکی، بفرمایید بفرمایید. بله. بله. سپاسگزارم. ببینید در رابطه با مسائل سیاسی، رایزنی هایی که ایشون با کشورهای متفاوت، با دولت‌های متفاوت، با اشخاص متفاوت که واقعا در پالیسی دنیا اثرگذار هستن رو الان دارین نشونه هاش رو میبینید. یعنی این دعوت هایی که از ایشون میشه برای سخنرانی در رسانه های مختلف با اشخاص خب سیاسی مختلف، اینها ناگهان اتفاق نیفتاده. رایزنی هایی که از قبل ایشون انجام دادن در رابطه با ایران، با توجه به اینکه دنیا داره متوجه میشه که این رژیم واقعا لیاقت این رو نداره که بتونه ایران رو هدایت کنه به یک مسیر درست و تاثیرش رو دقیقا در خاورمیانه داریم میبینیم. نه فقط ایران بلکه خاورمیانه هم به عنوان واقعا شده یک باروت که داره منفجر میشه، داریم انفجارها رو هم میبینیم. بنابراین الان متوجه شدن که شخصی که داره سالیان سال تلاش میکنه باهاش گفتگو بکنن و راهکارهایی که ایشون دارن ارائه میدن و ایشون هم بجز حرف صلح حرف دیگری نمیزنن. یعنی شما نشنیدین اگر برگردین به عقب 30 سال پیش رو بررسی کنین و حرفای امروز ایشون رو بشنوین، تفاوتی در صحبت ایشون نمیبینین. همیشه حرف از صلح زدن، همیشه حرف از آبادانی و رفاه مردم زدن، غیر از این چیزی هم برای مردم ایران نخواستن و همیشه گفتن من وظیفه دارم و یعنی خودشون این رو به عنوان یک دین برگردن خودشون همیشه مشخص کردن و اعلام کردن که من دارم تلاش میکنم مردم برسن به صندوق رای و هر چیزی که مردم واقعا خواستن از صندوق رای که به بهش صورت میرسیم، بهش میرسیم دموکراتیک خانم. بله بله بله، بله به این به اهداف و ایناشون میرسیم. مثلا بله. من با بدبختی ما یکی رو از گفتمان پهلوی بالاخره حاضر شد بیاد با ما صحبت کنه تمنا میکنم. محترمانه. ما شما رو تو آسمونا دنبالتون میگشتیم، تو کلاپاس پیداتون کردیم. خواهش ببینید، میکنم، لطف داری. لطف داریم. ببینید من وقتی ایشون با کشورهای دیگه رایزنی میکنن، احتمالاً برای اینه که سوال اینجاست: جمهوری اسلامی رو تحریم بیشتر کنن یا یعنی ایشون وقتی رایزنی میکنه به بله عنوان یک کسی که بیرون از ایرانه و خب حکومت دستش نیست، رایزنی میکنه چه اتفاقی بیفته؟ بله به جمهوری اسلامی حمله کنن، جمهوری اسلامی رو تحریم کنن؟ تو برای چی رایزنی، برای چه کاریه؟ بله. بفهمید. ببینین ایشون در مصاحبه هاشون اگر گوش کرده باشین، هیچ وقت
و هیچ وقت نگفتن که اه، حمله کنید به ایران. یعنی شما در هیچ سخن ایشون نگفتن که حمله کنید به ایران. همیشه گفتن من مخالف جنگ هستم. کلا جنگ برای همه، نه فقط با ایران که واقعا عاشق ایران هستن، با هیچ کشوری مخالف کلا جنگ هستن. و هیچ وقت هم ایشون نگفتن من دوست دارم که تحریم بشه. همیشه ایشون میگم مصاحبه هاشون هست، این چیزی نیست که من بخوام بگم و بخوام فکر ایشون رو بخونم، صحبتاشون موجوده. گفتن من واقعا ناراحت هستم که مردم این تحریم ها به مردم فشار بیاره. شما باید مکسیموم پرشر دارن میگن و مکسیموم ساپورت. الان ایشون شعارشون این هست. اگر شما یک مسئله دیگه خواستم بهتون بگم، میبخشید در صحبت قبلی فراموش کردم بگم. یک سازمانی هست به نام سازمان نوفتی که این سازمان یک سازمانی هستش که در رابطه با ایران صحبت میکنه، در رابطه با همین ارتباط نزدیک با شاهزاده دارن و اتفاقا با هماهنگی شاهزاده این نوفتی، سازمان نوفتی تشکیل شد که الان در واشنگتن دی سی هست. اخیراً هم خود من هم رفته بودم در اونجا، 2 روز کنفرانس داشتیم که حالا امیدوارم دوستان بتونن پیدا کنن یا شنیده باشن. تمام صحبت هایی که از سیاستمداران واقعا به نامی آمده بودن صحبت کردن، فقط هم صحبتشون در رابطه با ایران بود و چگونگی کمک به مردم ایران که واقعا از این معضل حقیقتا رژیم خلاص بشن. و ببینین در رابطه با این نفتی خدمتون عرض کنم که کارهای بسیار زیادی شده. یکی از کارهایی که شاهزاده ببخشین اسپلشو مفتی چی؟ ببینین من الان نوفتی هستش. نوفتی، آها بله NU. بله بله آها بله NU گرفتم، بله بله بفرمایید. بله. و میگم هر سالم این کنفرانس برگزار میشه که الان برین در NUFDI اگر شما بزنین نوفتی میاد، میتونین برین به وبسایتشون و اون کنفرانس در اونجا گذاشته شده که 2 روز مداوم بود، از صبح تا عصری این هر 2 روز طول کشید و در رابطه با ایران صحبت شد. در رابطه با همین مسئله‌ای که خواستم خدمتون بگم، صحبتی که ایشون میکنن در همین نوفتی هم آورده شده. مکسیموم ساپورت و مکسیموم پرشر، یعنی ساپورت ماکسیموم باید داشته باشین برای مردم ایران. مکسیموم پرشر یعنی فشار زیاد بر روی رژیم، یعنی برعکسش مردم ایران رو ساپورت کنین ولی فشار بیاد بر روی خود جمهوری اسلامی، نه مردم ایران. و دلیلشون هم این هستش که ما داریم میبینیم در عرض 45 سال بازده این جمهوری اسلامی چی بوده و از ابتدا چی بوده. به جز ویرانی حقیقتا بازده دیگه ای نداشته و الان خود عوامل جمهوری اسلامی هم دارن صحبت میکنن که چه بکنن. اگر بازده داشت الان به دنبال راه حل نمیگشتن. بنابراین خودشون هم اذعان دارن و واقعا به خاطر همین این صحبت میشه و با همه رسانه ها که صحبت میکنن، یعنی با رسانه های مختلفی اخیرا خیلی صحبت کردن، در مخصوصا در 1 سال اخیر با رسانه روسی صحبت کردن، با رسانه هندی صحبت کردن، با رسانه‌های اروپایی صحبت کردن، با آمریکایی که خب خیلی صحبت میکنن، با کانادا فکر میکنم صحبت کردن. به هر حال مرتب دارن این فقط هم در حد صحبت خدمتون گفتم نیست، واقعا داره کار انجام میشه و شما توجه بفرمایید. مثلا خانم همیرا، بفرمایید. مثلا چجوری، یعنی چجوری میشه ماکسیموم
فشار رو به جمهوری آورد، به جمهوری اسلامی، ولی در این حال ماکسیموم ساپورت هم داشت روی مردم. خب این مردم مثلا اگر شما فشار بیارید به جمهوری اسلامی، خب گوشت و مرغ مسئولین که گرون نمیشه، اونا کانالای خودشونو دارن. بله. شما ماکسیموم فشار رو به جمهوری اسلامی بیاری، در اصل به مردم آوردی. این مثلا با یه مثال به من میگین چه بله. جوری یعنی؟ بله بله. اصلا بفهم. اینطور، با احترام به سوال شما، ولی اینطوری نیست حقیقتا. وقتی که ما میگیم مکسیموم پرشر بر روی رژیم، این تصور میشه که این فشار بر روی مردم منتقل خواهد شد. خیر، اینطوری نیست. ببینین، برای این کار مثلا یکی از پیشنهاداتی که ایشون همیشه داشتن این هستش که تحریم سپاه پاسداران. سپاه پاسداران مردم نیستن، حقیقتا افرادی هستند که باعث ویرانی هم خاورمیانه شدن، هم مردم ایران، هم ایران. بنابراین وقتی که سپاه پاسداران که یک سازمان مافیایی است حقیقتا، وقتی که تحریم بشه، چند را بازده خواهد داشت. یکی اینکه عوامل سپاه نمیتونن خارج از کشور بیان و تمام منظورتون منابع. تروریستی اعلام شدنشه، چون الان بله تحریم که بله. هست. بله بله. آها. تروریستی اعلام کردنه، دقیقا. تروریستی اعلام به اون شکلم تحریم نیستن جناب آقای طوفانی. ببینید، تروریستی خواندن سپاه پاسداران باعث خواهد شد که و تحریم اونها باعث خواهد شد، فقط هم تروریست خواندنشون باعث نمیشه و تحریمشون باعث خواهد شد حسابهای بانکی این سازمان مافیایی که واقعا اقتصاد ایران در دست سپاه پاسدارانه اه، مختل بشه. یعنی این حساب بانکیشون بسته میشه و دیگه نمیتونن فعالیت کنن. حالا این فعالیت چطور میتونه به مردم، این بستن بانک های حساب های شخصی اعضای سپاه پاسداران چطور میتونه به مردم ایران کمک بکنه؟ خیلی واضحه. وقتی که حساب بانکی این اشخاص بسته بشه، دیگه نمیتونن برن به حزب الله کمک کنن، دیگه نمیتونن برن معامله بکنن، دیگه نمیتونن برن به حماس کمک کنن، دیگه نمیتونن اسلحه بخرن. وقتی که مردم معترض هستن و مثلا قیمت بنزین گرون میشه که در آبان 98 دیدیم در عرض 3 روز 1500 نفر رو بکشن، این بازدهش برای خود مردم هست. ولی مکسیموم ساپورت همون هستش که تحریم ها برای مردم ایران نباشه، فشاری روی مردم ایران نباشه. ضمن این که اپوزیسیون داخل از کشور که وجود داره و اپوزیسیون خارج از کشور حمایت بشن. مثلا اگر ما میریم درخواستی میکنیم از اتحادیه مثلا اروپا، از یا کشوری که یا آمریکا یا هر جایی که هستیم، ما رو ساپورت بکنن، ما رو ایگنور نکنن. وقتی ما از یه رسانه‌ای تقاضا میکنیم که مثلا ما یک ایونتی داریم، بیاین با ما مصاحبه کنین، این ایونت رو کاور کنین، بیاین کاور کنین. ما آگاهی بدیم به مردم، چون در نهایت سودش برای کل مردم دنیاست حقیقتا. چون برای اون هم دلیل دارم چرا برای مردم ایران هست، برای کل مردم دنیا، ببخشید. چون ایران واقعا در یک منطقه مهم استراتژیک جهان واقع شده. حالا اونو خواستیم بعداً در حالا سوال بعدی صحبت میکنم، چون میخوام کاملا همه چیز بر روی سوال شما پاسخ داده بشه. و این یکی از ما. یک اشاره هم بکنم، یک قانونی وضع شد به نام قانون مهسا که اتفاقا ما از ایالت واشنگتن، در ایالتی که ما هستیم، شروع کردیم. در شهر واشنگتن دی سی که سازمان نوفتی قرار داره، اونجا هم دوستان در نوفتی این کار رو انجام دادن، هماهنگ با چند شهر دیگه. ما یه قانونی رو اول به ایالت خودمون ارائه دادیم، یه لایحه‌ای رو ارائه دادیم که بهش میگن بیل. ما اون رو ارائه دادیم که این لایحه رو قبول بکنن. مضمون برای این که رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور جمهوری اسلامی و دفاترشون تحریم بشن. و این کار انجام شد و رهبر جمهوری اسلامی و دفترشون تحریم شدن، به این معنا که ایشون نمیتونن بیان امریکا و اگر حسابی داشته باشن بلاک میشه و
به همین دلیل خب یه ضربه‌ای بهشون وارد میشه. برای این کار ما خیلی حدود 1 سال داشتیم تلاش میکردیم و این باعث شد که و اتفاقا تحت نظر مستقیم شاهزاده هم بود. ایشون خبر داشتن و ما فعالیت انجام دادیم. البته دوستانی بودن که در زیر مجموعه ایشون نبودن ولی کار کردیم با هم انجام شد. ما اینجا فقط در حد حرف زدن نیستیم، واقعا میخوایم کاری بکنیم که ایران جدا آزاد بشه. حالا اگر هم سوالی باشه که چرا ما میگیم ایران آزاد بشه، با کمال الان در میل اون ادامه هم بذارید من پاسخ خواهم تا گفت. اینجا شما یه استراحت بکنید، صبر بله کنید. بله من همین الان وبسایت رو بالا گذاشتم، پیدا کردم. وبسایت زیبایی هم هست، شکیل، فکر میکنم با یه چیز آماتوری طرف باشم، نه اینطور نیست. درباره ما، هیئت هماهنگی ققنوس، پژوهشگران غیر مقیم، جوانان پویا. خب به نظر من که کارنامه جالبی است برای آقای پهلوی. بله برنامه 100 روزگذار، گروه علمی پژوهشی، پیشینه اندیشکده. سمیناراشون رو میبینم، خودشون و همسرشون هم هستن. بله هیئت هماهنگی هم اکثرا تحصیلات دکترا هست. بسیار عالی. اون بله یکی رو فرمودین که NU نفتی بله پیدا کردم، National Union for Democracy in Iran، nuftiiran.org. این رو هم میذارم در قسمت چت. و این هم که پروژه‌ای که شما فرمودین مشخصا روی آب کار میکنه. بله. نه بله. نوفتی در رابطه با همین مسئله اخیری که خدمتون گفتم بیشتر در مقابل نایاک میشه حسابش کرد، آها چون آها، اوکی. بله بله اون پروژه مقابل امید ایران. نایاک هست. بله بسیار. بله بذارین بخونم. Giving a voice to Iranian people demands for the same rights we enjoy as Americans. Our mission, National Union for Democracy in Iran, is a non-for-profit, نان uh, پروفیت. non-profit, non-partisan organization representing the Iranian American community in pursuit of U.S. policy towards Iran based on the values of human rights and democracy. بسیار عالی. بله اینم وبسایت شکیلی داره. این رو هم بالا من پین میکنم، در چت هم گذاشتم. فعالیت دیگه جناب شاهزاده پهلوی هست. خیلی خوب، خیلی خوب. من به نظرم دیگه ما عبور کنیم از این قسمت، بریم وارد. خب شما توضیح دادید که ایشون در حال رایزنی با کشورهای دیگه هستن و فشار میارن روی، به هر حال در واقع میشه گفت آقای پهلوی اون هژمون غرب رو به سمتی میبره که تقریبا فشار بر مردم کم بشه، فشار بر حکومت بیشتر بشه و این کار رو انجام میدن. خیلی خوب، بریم بله سراغ قصه های دیگه. خانم بختیاری، یکی از موضوعاتی که در مورد آقای پهلوی مطرح هست این هست که سنشون ممکنه سنی نباشه برای اینکه بخوان در ایران اه، وارد کار سیاسی بشن، به معنی اینکه وارد فردای ایران بشن. ممکنه بفرمایین آیا شما که طرفدار ایشونین فکر میکنید در بعد از ایشون این پرچم از خانواده پهلوی دست فرد خاصی میفته یا نه تمام میشه قصه؟ یعنی میخوام شما که طرفدار هستین برای بله بعد از ایشون به کی فکر کردین؟ بله بفرمایین. بله اینا رو کوتاه کوتاه بریم که خیلی چشم سوال داریم. بفرمایین. چشم. این مسئله خیلی مهمه چون برای خیلی از دوستان سوال هست. ببینین جناب آقای طوفانی، خیلی سوال خوبی هم اتفاقا انجام دادین. ببینین اولا که سن ایشون زیاد نیست،
و حدود 60 و فکر میکنم 4 سال داشته باشن. ببینین در رابطه با سن ایشون زیاد نیست مقایسه کنین با رهبران کشورهای دیگه، ضمن اینکه همین الان در خود امریکا بایدن حدود 80 سالشه، آقای ترامپ به حدود نزدیک ایشون 78 سالشونه. زیاد نیست، یعنی برای شخصی که بخواد رهبری یک مملکت رو به عهده بگیره اتفاقا خیلی هم ایدئاله، چون سن کم اتفاقا جای سوال پیش میاد. هم سن خیلی بالا جای سوال پیش میاد، هم سن خیلی کم، چون بله. همیشه اینطور هستش که باید اون رهبری که بخواد این مسئولیت سنگین رو قبول کنه باید دارای تجربه باشه و از لحاظ فیزیکی و روانی هم اون شرایط لازم رو داشته باشه و که ایشون داره. و حالا در رابطه با مسئله که شما فرمودین، ببینین من خودم طرفدار پادشاهی مشروطه هستم و اینکه دوستان کم لطفی میکنن و کلماتی که به کار میبرن حالا نامناسب هست، چون ما همه ایرانی هستیم، بهتره که به همدیگه احترام بذاریم و اگر وقتی که اشخاصی به ما احترام نمیذارن چطور توقع دارن که ما متقابلا با ناظر اونها. به این اتاق میفرمایین یا نه نه، به کلا داریم صورت میگیم؟ کلی دارم خدمتون میگم. ببینین به صورت کلی دارم میگم. بعد الفاظی که به کار میبرن و این حالا کار ندارم، ولی ببینین واژه سلطنت از زمانی که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد از بین رفت. از زمان مظفرالدین شاه که اون فرمان مشروطه رو امضا کرد، سلطنت از ایران رخت بربست و هیچ وقت ما به سلطنت باز نخواهیم گشت و این انقلاب مشروطه یکی از انقلاب‌های واقعی ایران بود که اتفاق افتاد و اتفاقا باعث شکوفایی ایران شد، به این معنا که دیکتاتوری برای همیشه از ایران رخت بست و ما دیگه سلطان نداریم، ما فقط شاه نداریم. شاه داریم وقتی که رضا شاه یعنی سلطنت رو به عهده گرفتن، پادشاهی رو به عهده گرفتن، پادشاهی مشروطه رو در حقیقت به عهده گرفتن، به این معنا که ما تا اون زمان مجلس، یعنی قبل از مشروطه، قبل از انقلاب مشروطه ما مجلس نداشتیم. مجلس تشکیل شد، مردم خودشون حق رأی دارن که برن نماینده های خودشون رو انتخاب بکنن. هر کس حق داره که در انتخابات شرکت کنه، ادورتایز کنه، تبلیغ بکنه و مردم در استانهای مختلف یا شهرهای مختلف نماینده خودشون رو با توجه به حد رأی اکثریت وارد مجلس بکنن. یعنی مستقیما خود مردم در سرنوشت خودشون شریک هستن. ضمن اینکه در پادشاهی مشروطه نخست وزیر هست که طبق نظر پادشاه انتخاب میشه، ولی حتما باید به تایید مجلس هم برسه که خود نماینده های مردم هستن. برآمد این یه چکن بلنسی ما اینجا داریم و نخست وزیر که انتخاب میشه اعضای کابینه خودش رو تحت نظر هم مجلس هم پادشاه انتخاب میکنه و اگر نخست وزیری بخواد اون میخوام بگم اون ببخشید کلمه فارسیش به ذهنم نمیاد، بگیم انگلیسی بگیم. توقعات مردم رو، اکسپکتیشن. بله بله، توقعات مردم رو برآورده نکنه، خب پادشاه عزل میکنه با توجه به نظر مجلس. ضمن اینکه در پادشاهی مشروطه ما مجلس سنا هم داریم، یعنی فقط مجلس معمولی نیست، مجلس سنا هم هستش که باز هم دوباره همه قوانینی که بیرون میاد دوباره بررسی میشه و
حتما باید سنا تایید بکنه تا اون به صورت قانون در بیاد، اون لوایحی که وارد میشه. بنابراین این که میگن ما دیکتاتوری میشه یک نفر بیاد به ما حکومت، اصلا یک نفر وجود نداره. و این پادشاه، چرا ما میگیم پادشاهی مشروطه لازم هست؟ اولا در رابطه با ارثی بودن این قضیه خدمتون بگم، وقتی که پادشاهی مشروطه هست، بعد از ایشون به طور اتوماتیک شخصی از فرزندان ایشون بر تخت سلطنت نمیشینن، چون حتما باید توسط مجلس مؤسسان تایید بشه اون شخصی که بر سلطنت میشینه. و سلطنت لفظی هستش که همیشه به کار برده شده و اینکه در حقیقت ما سلطنت نداریم. وقتی که بر تخت پادشاهی میشینه شخص بعدی، حتما باید توسط مجلس مؤسسان بررسی بشه و اگر مورد تایید قرار گرفت اون شخص به پادشاهی میرسه. و حالا چرا ما میگیم حتما باید این موضوع رو مورد توجه قرار داد؟ حالا ما چرا میگیم پادشاهی مشروطه برای ایران مورد نیازه؟ ببینید، ما در جایی که در منطقه‌ای که هستیم، ایران رو اگر تشریف ببرن عزیزان، دوباره یک بار دیگه، همه میدونم نقشه ایران رو میدونیم، هممون از بحریم، ولی مناطقی که دور ایران چی قرار گرفته همه ما اکثرا میدونیم، ما که در سیاست هستیم میدونیم. در جنوب ایران منطقه‌ای هست به نام تنگه هرمز. چرا همیشه اون منطقه مورد توجه قرار گرفته؟ به خاطر اینکه اون منطقه یکی از بزرگترین مناطق استراتژیک دنیاست. ما چند تا بهش میگن چوک پوینت، یعنی منطقه خفه کننده. چرا؟ چون اون منطقه انقدر حساسه و انقدر از لحاظ جغرافیایی سخت هست رد شدن، یا در جایی که قرار گرفته باید تحت نظر باشه. این منطقه بزرگترین مرزش با ایرانه، منطقه تنگه هرمز. ببینین از اون تنگه 1/3 نفت دنیا عبور میکنه، 2/3 گاز دنیا از اونجا عبور میکنه. هنوز نتونستن آلترناتیوی برای اون منطقه پیدا کنن. م، الان چین، یعنی نه الان، مدت هاست، چند ساله چین داره بررسی میکنه که یه کریدوری بزنه، یک اینا راه. ربط داره به اون سوال من؟ بله من فکر بله کنم. بله، آها، ربط داره، خب. ربط داره. خب. میخوام اهمیت ایران رو بهتون بگم. اهمیت ایران رو ما هنوز متوجه نشدیم. اگر ما اهمیت وجود ایران فقط از لحاظ جغرافیایی متوجه بشیم، میدونیم، میفهمیم که باید با چنگ و دندون ایران رو حفظش کنیم، نه اینکه بیایم معامله بکنیم، نه اینکه بیایم منابع خانومه، ایران بابا خانم بفرستیم. همیرا، حالا من از شما چی پرسیدم؟ الان پرسیدم خدمتتون میگم. سن حالا آقای پهلوی و جانشینیت. بله بله، خب من پادشاهی مشروطه رو میخواین توضیح بدم؟ میخوام نه بگم چرا. دیگه دادیم، اوکی. شما میگید بله که سن، اولا سنشون بله پیر نیست بله در مقایسه، بله دوما اساسا در ساختار بله شما وابستگی به شخص وجود نداره، در بله واقع با پارلمان میاد و به بله صورت یک نفر رو انتخاب میکنه، ولی عملا بله پارلمان پادشاهی هستش که داره کار کشور رو میبره جلو. خیلی بله خوب، بریم سوال بعدی. بله بفرمایید. ببینید آقای پهلوی، یک ایرادی که بهشون میگیرن این هستش که ایشون گفته که من قدرت نمیخوام، من نمیخوام در قدرت باشم یا نمیخوام سمتی داشته باشم، بله یه همچین فرمایشی کرد. ولی بله مثلا هر وقت مردم در ایران میریزن تو خیابون، یه دفعه ایشون با فعالیت های جدیدی وارد میدون میشن. مثلا تو زن زندگی آزادی رفتن اون به قول معروف 6 نفری که دور میز نشستن، یه دوره اونجا فعالیت کردن، بعد دوباره باز خبری نبود، رها کردن انگار. این البته منتقدینشون میگن ها. بعد دوباره یه دفعه شما میبینی که اسرائیل و ایران درگیر شدن، دوباره ایشون میاد و میگه خلای قدرت پیش نمیاد، من خودم کمک میکنم، نظارت میکنم. بله یعنی دوباره میاد و نزدیک میشه. بله شما بفرمایید که سوال مهمه، بالاخره آقای پهلوی، شما به عنوان یکی از علاقمندان به
گرایش سیاسی به قول معروف سلطنت، شما این انتقاد رو به ایشون دارید که کار سیاسی رو رها میکنه دوباره میاد نزدیک میشه، یا اصلا قبول ندارید همچین چیزی وجود داره؟ کار سیاسی رو رها میکنه کجا بیان؟ عرض کردم از ایشون سوال شد، گفته که بله. من قصد ندارم به ایران برگردم و کار نه. سیاسی بکنم. دوباره باز ما میبینیم یه جای دیگه به نظر میاد که میخواد اگه به احساس کنه که مردم ایران براش براندازی میکنن، به نظر میاد علاقمنده که بیاد کار کنه. عرضم این بله. بود که آیا شما این ایرادی که به ایشون گرفته میشه که میره عقب میاد جلو، میره عقب میاد جلو، هم چیزی شما قبول دارین یا نه؟ ببینین ایشون هیچ وقت نرفته عقب یا جلو، همیشه ایشون گفته من برای ایران دارم کار میکنم. هیچ وقت نگفته من الان اگر نمیخواستن کار کنن شما خیلی راحتتر هستین. به عنوان یه شخص دارم میگم، برن جاهایی بشینن، آفتاب بگیرن، راحت باشن، اصلا دست از این مسائل بکشن. پس ایران براشون مهمه که دارن این کار میکنن. اگر اون حرف رو میزنن که من میخوام این وظیفم رو انجام بدم که ایران آزاد بشه، خب این رو دارن همش دارن اعلام میکنن و من هیچی برای خودم نمیخوام. ببینین فرق داره که من بیام بگم من این رو برای خودم میخوام، من میخوام برم پادشاه بشم، یا اینکه من بیام بگم من دارم فعالیت میکنم که مردم به اون چیزی که میخوان برسن. من برای خودم هیچی قائل نیستم، مردم حالا چی میخوان مردم و برسن به صندوق رای. در صندوق رای اگر پادشاهی مشروطه در اومد ایشون خدمت خواهند کرد و این رو گفتن. ایشون نمیتونن بیان بگن من الا بلا میخوام، ببخشید اینطوری دارم عامیانه میگم، من میخوام برم ایران پادشاه بشم. چون ایشون برخلاف منششون این رو میدونن و وقتی سوال میشه که آیا شما بخواین برین پادشاه بشین میگن خیر. خب نمیتونن جواب دیگه ای بگن، چون همیشه گفتن من میخوام کاری بکنم مردم به صورت دموکراتیک برن رأی بدن و هر چی مردم گفتن همونو انجام میشه. و وقتی از ایشون سوال میشه آیا شما الان رهبری این اپوزیسیون رو قبول کردین، آیا شما فکر میکنین میتونین خلای خود خلای ببخشید قدرت رو داشته باشید یا خیر؟ ایشون میگه نه، من تضمین میکنم خلای قدرتی وجود نخواهد داشت. به همین دلایلی که خدمتون گفتم، چون فکر همه جا رو کردن، دارن کار میکنن، ولی باز هم تکرار میکنم قائل به اون صندوق رأی هستن. یعنی این هیچ تضادی نداره. نمیخوان بیان بگن نه الان خلاف دموکراسیه که بگن من میخوام برگردم پادشاه بشم، چون حرف اولشون دموکراسیه. ولی از اون برم میگن من میخوام ببینم مردم چی میخوان و من در خدمتشون هستم. بسیار عالی. بله، بسیار عالی. خب سپاسگزارم. سوال بعدی، حالا من دیگه اینا به قول معروف رو تایملاین تاریخ من جلو نمیرم. ببینید خانم، ایشون اخیراً یه پیام ویدیویی داد به سران منطقه، به زبان انگلیسی هم بود. خب مشخصه که با ما کاری نداشت که فارس زبان هستیم. ایشون گفتش که نگران نباشید، در ایران خلای قدرت پیش نمیاد. بله. مبنی بر اینکه به هر حال اگر جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید یا سرنگون بشه مثلا، خلاصه من هستم. این تعبیر میشه که ایشون با حمله اسرائیل به ایران موافقه و دنبال این بوده که جمهوری اسلامی از این طریق سرنگون بشه و منطقه هم نترسه که مثلا ایران ام، به قول معروف تجمع داعش و طالبان بشه، اسلحه دست کسی بیفته. گفته خلای قدرت پیش نمیاد، من هست. آیا بله. شما قبول دارین که مهم. ایشون به دنبال حمله خارجی به ایران هست؟ به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. پس این ببینید اگر به شما، پس این مصاحبه چی بود؟ این بله. ببخشید یعنی در واقع این اعلامیه ای که خوندن چی بود؟ بله. ببینین ایشون نگفتن که شما خیالتون راحت باشه
اگر ایشون این رو اعلام کرده بودن شما خیالتون راحت باشه، شما برین ایران رو بزنید و من تضمین میدم خلای قدرتی به وجود نخواهد اومد. همیشه و همیشه مصاحبه هاشون کاملا واضح روشن گفتن من مخالف جنگ با ایران هستم. همیشه این رو گفتن. ولی همیشه هم اعلام کردن که سر اختاپوس یا چشمای اختاپوس در داخل ایرانه، در داخل رژیمه، نه ایران، در داخل رژیمه. این رژیم باید برود. همه ما این رو داریم میگیم باید برود و این اختاپوس باید برود. به دلیل اینکه این معنیش این نیستش که بیاین به ایران حمله کنید برود. کمک بکنید، ساپورت نکنید این رژیم رو. چجوری ساپورت نکنید این رژیم رو؟ دولت بایدن متاسفانه و شوربختانه در طول همین دولت خودش که خوشبختانه حالا الکشن هست، امیدواریم که نتایج خوبی در بیاد از صندوق، یک بار در زمان همین انقلاب ملی یا انقلاب مهسا یک بار 7 بیلیون دلار تقدیم کردن به رژیم برای رد و بدل کردن چند تا زندانی از که البته یکی دو تاشون از اعضای خود نایاک بودن. در نوبت بعدی یک پدر و پسری هستن، آقای سیامک نمازی و آقای باقر نمازی، پدر و پسر، جفتشون در نایاک هستن. و در نوبت بعدی یه نوبت پسر آزاد شد، در نوبت بعدی پدر و چند نفرم همراهشون بودن که بیشتر از 4-5 نفر نبودن. و در اون رد و بدل ها یک بار 7 بیلیون دلار، در نوبت بعدی 6 بیلیون دلار تقدیم ایران شد. این یعنی چی؟ یعنی از صندوق ملی خود ما که بلوکه شده، صندوق یعنی ثروت ایران در زمان 57 بلوکه شد در امریکا، از همون صندوق دارن تقدیم میکنن به رژیم، ولی اون متعلق به ایرانه. شاهزاده دارن اینو میگن که این رو ساپورت نکنین، این رژیم باید برود. و اینکه به هر حال دارن این رو اعلام میکنن. یکیش اینه، یکی از مسائلی که مطرح میکنن. و حالا اگر میبینیم که با اسرائیل هم همکاری شده و تشریف بردن اسرائیل، برای اینکه واقعا ما یه درد مشترک داریم. ما درد مشترکمون تروریستایی هست که واقعا به هر دو ملت دارن صدمه میزنن. البته ما واقعا ناراحت هستیم برای مردم غزه که اون اتفاق براشون افتاده، ولی آیا یک ملتی که عاقل هست اجازه میدن که در یک روز 1200 نفر کشته بشن در عرض یک روز توسط چند تا تروریست که وارد خونه های مردم میشن و سر میبرن؟ و حالا من وارد اون جزئیات نمیشم، شاید صحبت دیگه ای بشه، ولی بله. اگر خواستین راجع به اونم توضیح میدم، ولی میخوام آره حالا حرف تو میرسیم حرف میرسیم. نیاد. بله. بریم حالا ب- نکته بعدی. بله بله. اجازه بدیم. خانم و آقایونی که پایین هستین خیلی خوش اومدین، مخصوصا دوستای سایبری که در حال به هم ریختن چت هستن. دقیقاً بله. بله حالا انگار که مثلا اتاقای انقلابی میریم خیلی منظم و مرتبه. بنده از سرکار خانم دعوت کردم، ایشون یکی از محترمترین طرفداران هستن و فعالیت ها هم به سپاسگزارم. جزئیات مسلطن. ما دنبال همچین فردی بودیم، خانم گنجی، آقای سکویی، آقای آریا، همه اینا دعوت شدن، هر وقت قبول کنن قدمشون رو شش. خانم همیرا ضمن این اتاق ضبط میشه و بسیار اه، عالی. برای خود شاهزاده هم بفرستین. حتی خود ایشون هم حالا البته خیلی محل فارغ هست و غیر ممکن، ولی دعوت از ایشون هم دعوت میکنیم اینجا صحبت کنیم. آقای خانم همیرا ببینید، سرکار خانم، یک اه، پرسش آنلاینی ترتیب داده شد و در اون م، یکی از فکر میکنم نزدیکان ایشون پتیشنی رو در حمایت از پهلوی حمایت میکنیم رو برقرار کردن.
بله. سرجم 500,000 نفر در این رأیگیری شرکت کردن. منتقدین گرایش پهلوی معتقد هستن که همین نشون میده که ایشون محبوبیت لازم یا طرفداران لازم رو در سطح جهان، یعنی ایرانیان بیرون از ایران و داخل، ندارن. شما چه توضیحی راجع به نتایج این پتیشن که 500,000 نفر بود بله. دارید؟ بله. بفرمایید. سپاسگزارم. ببینید، اولا که این پتیشن رو ایشون درخواست نکرده بودن که تشکیل بشه. یه آقایی که از ایران اومده بودن این پتیشن رو به میل خودشون تشکیل دادن. این یه مسئله دیگه که حالا چرا تعداد زیاد نشد. اولا که از داخل ایران نمیتونن اون پتیشن رو امضا کنن. من خودم جز اشخاصی هستم که از همون change.org 2-3 تا پتیشن درست کردم و باور بفرمایید هنوزم هست، اگر پیدا کنم میتونم براتون در چت بذارم. ببینید، پیدا که هست، اگر فرصت بشه بتونم این کارو بکنم چون داریم صحبت میکنیم. ببینید، وقتی که از یک حدی بالا میره، خود همونجا استاپ میکنه. البته میتونه اون شخصی که این پتیشن را تهیه کرده آمار رو بیشتر بالا ببره، ولی در یک جایی استاپ میکنه. و ضمن اینکه از داخل ایران نمیتونن امضا بکنن، به خاطر اینکه اونجا باید اسم و فامیل داده بشه و همینطور ایمیل داده بشه و دوستانی که در ایران هستن به خاطر مسائل امنیتی نتونستن این کارو بکنن. در خارج از کشور هم در همون زمان خدمتون گفتم که از یه حدی بیشتر بالا نمیره. من میگم گذاشتم، 1-2 بارم گذاشتم، ولی دوستانی بودن که به من گفتن که ما اسم دادیم، امضا کردیم، ولی اسم ما نیستش. این یکی از ایراداتی که اینجور پتیشن ها دارن و حالا یه سیستمی هستش که من فکر میکنم حالا اینطوری که من احساس میکنم شاید 100% درست نباشه، چون میخوام دقیق درست بگم هر چیزی که دارم میگم در این اتاق. شاید دلیلش این باشه که این چپ های البته آمریکایی ها دارم میگم و این تحت نظر اونهاست و اینها رو کنترل میکنن، چون اینا از این کارا میکنن که تا یه حدی بالا نمیره. میگم من خودم 3 تا پتیشن درست کردم، یکی در رابطه با اعدام، یکی در رابطه با نفروختن ایران، در رابطه با قرارداد 25 ساله با چین، یکی هم در مورد اون قراردادی که در مورد دریای مازندران بود. این 3 تا پتیشن رو من درست کردم، ولی تا یه حدی بالا نرفت. این یکی از دلایل هست و یعنی دلایل مهمی هم هستش که خدمتون گفتم. ولی خیلی از افراد هم نخواستن اسمشون اونجا باشه. من خودم خبر دارم طرفدار شاهزاده هستن، ولی نخواستن، به دلایلی که خودشون تشخیص میدن نخواستن اسمشون باشه، ولی واقعا طرفدار هستن. مثلا از جمله از اعضای، خب حالا بعضی از سازمان هایی که من هستم، حالا شاید دوست نداشته باشن اسمشون رو بگم، بعضی از سازمان هایی که من هستم در پادشاهی خواه هم هستن، اصلا اصولا مخالف این پتیشن بودن. میگفتن این آقایی که اومده این پتیشن رو درست کرد مثلا قبول نداریم، یا اصلا این پتیشن رو الان قبول نداریم. این دادن الان این پخش کردن این پتیشن ضربه میزنه به کل مثلا برنامه براندازی. خیلی باور نداشتن، به همین دلیل این مسئله پیش اومد. ولی باور بفرمایید که خیلی طرفدار دارن ایشون و قطعا بیشتر از اون هست. با اطمینان خدمتتون عرض میکنم. پس من شنیدم که میگفتن امکان رأیگیری برای همه نیست، بله. ترس از جمهوری اسلامی در داخل هست و به اضافه اینکه در هر صورت ممکنه حتی معکوس بشه به خاطر سایبریا و فلان و اینا. خیلی خوب، بریم سوال بعدی از خدمتون داشته باشم. خواهش می‌کنم. ببینید، ما در طرفداران آقای پهلوی یک ماجرای عجیبی است. یک
وجه عجیبی از یعنی ببین، تعجب کار در اینه که خب این چیزی که میخوام به شما بگم ابزاری شده و حالا معلوم نیست آقای پهلوی باش موافق یا مخالف. ببینید، نزدیکترین افراد به گفتمان پهلوی در رسانه ها مثل آقای سکویی تا نسل جدید که شما در کلاب هاست میبینین، اینا فوش میدن. یه چیز عجیبیه. بله. فوش خیلی زیاده در طرفداران آقای پهلوی. شما میشه بفرمایین واقعا چرا آقای پهلوی یک در واقع فرهنگ سازی برای طرفداران خودش نمیکنه که مثلا ما اینو نباید داشته باشیم، اینو باید داشته باشیم؟ چرا اینقدر فحاشی در طرفداران آقای پهلوی؟ البته حرف من نیست، یعنی شما در کلاپوس همش اینو میشنوید، میگن مثلا شما مثلا ببینید آقای حسین باستانی نامی رفته تلگرام ساخته، عکس زن و بچه مردم رو میذاره، مثلا میگه این طرفدار رژیمه، بله. ایشون خب طرفدار پهلوی. یا در اتاق ها مثلا شما می آقای سکویی 2 دقیقه میخواد صحبت کنه، ضمن اینکه پیرمرد خیلی با- شیرینی هم هست، ولی سر تا پا فوش جنسی میدن. بله. بفرمایید چرا آقای پهلوی یک حرکت فرهنگی تو این حوزه انجام نمیدن؟ بله. خدمت شما بگم که اولا که ایشون بارها و بارها گفتن، گویا شما نشنیدین یا صحبت های ایشون رو شاید خب به هر حال در حوزه دیگه ای فعالیت میکردین، میگم من اینجوری عمدن سوال میکنم بله دیگه، به خاطر بله اینکه بله مخاطب با بله، نه اشکال نداره، خواهش میکنم. خیلی هم اتفاقا سوالات درستی هست. ببینین، بارها و بارها و بارها شاهزاده گفتن، تمام اینها سندیت داره. یعنی من دوست دارم در جایی، هر جایی که شما بفرمایید دونه دونه اینها رو، البته امیدوارم همش یادم باشه چون خیلی زیاد شد اینها رو. حالا شایدم گوش بدم این اتاقا، بعداً بخوام در جایی که شما اعلام کنی تمام اینها رو با فکت، با لینک خدمتون بفرستم. بارها شاهزاده گفتن کسانی که فحاشی میکنن نه من قبولشون دارم نه طرفدار من هستن. ایشون بارها گفتن و همیشه گفتن ما باید اختلافات رو کنار بگذاریم، برسیم به صندوق رأی از هر عقیده‌ای که هستیم. ولی من همیشه هم اعلام کردم چند چیز مهم هست. ایشون گفتن هیچ وقت نباید به شکل نظام پرداخت، بلکه باید به محتوای نظام پرداخت. چند تا اصولم اعلام کردن: یکی دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان، تمامیت ارضی و سکولاریسم. همیشه این 4 اصل رو گفتن. هر کسی این 4 اصل رو دنبال بکنه باید در این گفتمان براندازی باشه با هر عقیده تا برسیم به اون دموکراسی که میخوایم که صندوق رأی هست. همیشه گفتن. و آقای راجب مخصوصا آقای سکویی که شما حالا اشاره کردین، ایشون اصلا نه طرفدار شاهزاده‌ان نه طرفدار پادشاهی مشروطه. من اینو با اطمینان خدمتون میگم. ایشون فقط 2 حالت داره. من چون میتونن اصلا ایشون از منم برن هر چی دلشون میخواد بگن. ایشون یا با پوزش، چون مشخصا ایشون طرفدار شاهزاده نیستن، چون حتی به خود شاهزاده فحاشی کردن. هست که ایشون فحاشی کردن به خود شاهزاده و به طرفداران شاهزاده. پس ایشون فقط ادعا میکنن، نیستن. من نمیدونم حالا کدوم طرفی هستن. این که مشخصه نه مشروط، نه پادشاهی مشروطه رو قبول دارن با توجه به صحبتایی که میکنن، نه شاهزاده رو، چون فحاشی کردن برای هر دو گروه. بنابراین ایشون رو میذاریم کنار. حالا در رابطه با افرادی که فحاشی میکنن، 2 دسته هستن. ببینین، یک دسته افرادی هستن که واقعا از عوامل رژیم هستن و نفوذی. ما نفوذی خیلی داریم،
که آه. جدا پول میگیرن تا این کارو بکنن. واقعا داریم، یعنی میشناسیم، هستن در فضای مجازی و در فضای کلا عمومی، حقیقی. حالا دسته دوم افرادی هستن که قبول دارن متعصب هستن، نمیشه از حق گذشت. افرادی هستن که واقعا رادیکال هستن و متعصب و شوربختانه متوجه نیستن که این فحاشی به ضرر خود همین سامانه پادشاهی مشروطه یا پارلمانی تمام خواهد شد. بارها و بارها شاهزاده اعلام کردن کسانی که فحاشی هستن از من نیستن و نباید این کار انجام بشه. ولی یه چیزم خدمتون بگم، شوربختانه قبول دارم که این رادیکال بودن اصلا درست نیست، فحاشی درست نیست، چون ما میخوایم با عنوان اشخاصی که داریم برای آزادی میجنگیم قرار هست فردا بریم در کنار هم ایران رو بسازیم. برای این ایران ساختن اول واقعا ما حتما باید به فکر فرهنگمون باشیم. شاهزاده هم گفتن بزرگترین معضل ما معضل فرهنگی است. این رو گفتن، معضل فرهنگی است. ببینین از اون طرفم در نظر داشته باشین همین در چتی که شما دارین میبینین، من مرتب دارم پایین رو میبینم که این چت میاد بالا. در همینجا صحبت هایی که من دارم انجام میدم، عوض اینکه دوستان بشینن این صحبت ها رو گوش بدن، در آخر سر برن حالا قضاوت درست بکنن، نه اینکه گوش نکرده بر اساس اون ذهنیت خودشون که ساخته شده در طول سالها یا برین واش شدن، این مغزشویی شدن، این بعضی از این دوستان نمیخوان بشنون، فقط فکر میکنن اون چیزی که بهشون گفته شده یا یاد گرفتن اون درسته. اگر حرفای من سندیت نداره شما بیاین ثابت بکنین، شما به من ثابت بکنین به جای اینکه بسیار فحاشی کنین. بله، یعنی منظورم متشکرم. اینه که بله، گرفتم. سپاسگزارم. سوال بعدی. ام، البته این سوال واقعا سیاسی نیست، ولی از بس که گفته میشه یک بار شما که مطلع هستین جواب بدین، ولی واقعا من خودم ام، دوست داشتم این سوالو نکنم، ولی خیلی همین الان تو چت هم هی از این صحبت میشد. خوبه یک نفر به زبان خودش بگه. ببینید، ام، معلم ورزش همسر آقای پهلوی خیلی در اینترنت تصاویری هستش که بله ام، عکسایی هست که مثلا این زعم در واقع تصویری اینجوری هستش، اون برداشت تصویری به رابطه بیش از معلمی است. آیا توی این در مورد این ماجرا توضیحی وجود داره، یا این یک به قول معروف اه، پروپاگاندای منفی است راجع به همسر ایشون؟ بفرمایید، اینم با تا کوتاه بفرمایید چون واقعا بله چیز مهمی بله هم بله، نیست. 100% پروپاگانداست، 100%. ببینین اینجا اشخاصی که من در امریکا زندگی میکنم و سالهاست در اینجا هستم و معلم یوگا یک معلمه، خب، و هیچ رابطه، من خودم ورزش رفتم، ورزش میرم، بعضی از دوستان میرن، البته الان مدتیه به خاطر مشکلاتی که داشتم نتونستم. ببینین این مسائل که حالا یک نفر با یک معلم خودش عکس میگیره و این عکس رو حالا به آرشیو شخصی ایشون احتمالاً هک کردن و این عکس‌ها رو درآوردن و پخش کردن که کار بسیار زشتیه، ولی خب هیچ مهمم نیست، به خاطر اینکه در این جایی که ما زندگی میکنیم در امریکا یک چیز عادی است که آدم با مربی خودش بخواد عکسی بگیره و پخش کنه. عکس ها هم اونجوری وحشتناک نیستش که این همه پروپاگاندا درست شده. متاسفانه در داخل جمهوری اسلامی علیرغم اینکه همیشه از اسلام دم زدن، حالا دیدیم که رادیو گیلان چه حالا اشاره دارم میکنم، دوستان برن خودشون ببینن ببینید چه همینقدر کافیه، فجایعی. چون بله واقعا بله، تو چون اصلا واقعا این درست نیست. بله یک بار توضیحش از بله یکی از طرفداران کافی بود، چون بله واقعا من علاقه به بله این سوال، به این مطالب ندارم. خب بله برگردیم به ادامه کار. ببینید،
ام، مثلا در مورد زن زندگی آزادی این صحبت هست که دختران جوان در ایران مشکلشون حجاب اجباریه یا کلا خانوم ها و برای همین به خیابان اومدن. اون ماجرا قرار نبوده تبدیل بشه به نخواستن جمهوری اسلامی یا شعارهای براندازانه، ولی اضافه شدن شعارهای براندازانه باعث شد که جمهوری اسلامی بگه اینا اومدن براندازی کنن و بخواد قلع و قم کنه. حالا سوال اینه چرا آقای پهلوی در زن زندگی آزادی، چون ایشون براندازه دیگه، ایشون بله. در واقع آلترناتیو هست، چرا ایشون خودش رو به یک ماجرایی که فقط یک خواسته مدنی بوده اضافه کرد و باعث شد جمهوری اسلامی، البته فقط هم ایشون نبود دیگه، مثلا مسیح علی نژاد هم بوده، خیلی ها بودن، آیا این ایراد وارده که آقای پهلوی به هر خیابان ریختنی خودش رو اضافه میکنه، منظور گفتمان براندازی است و باعث میشه که جمهوری اسلامی بهانه سرکوب پیدا کنه، یا اینکه نه شما معتقدید مردم برای براندازی به خیابون ریختن؟ بفرمایید خواهش کنم. قطعا مردم به منظور براندازی به خیابان آمدن، قطعا. ببینید، در زمان 1401 که اون اتفاق برای مهسای عزیز افتاد که یک شهروند کرد بود از ایران عزیزمون، وقتی که اون اتفاق افتاد مردم اومدن داخل خیابون، مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادن و اولین بار هم نبود که این شعار داده شد. من دقیقا یادم هست که حتی در 88 هم این شعار داده شد. یعنی برای اولین بار فکر میکنم بیشتر در اون 88 بود داده شد این شعار، برای اولین بار که اصلا اول از رأی منکو شروع شد و بعد اومد به مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی تا رسیدیم به 1401. 1401 که اون اتفاق افتاد و مردم اومدن خیابون، عملا خواستن براندازی اعلام کردن و این رو در شعارهاشون دیدیم. رضا شاه روحت شاد اولین بار نبود که داده شد. رضا شاه کجایی به داد ما برسی اولین بار داده نشد. و اینکه مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، بارها و بارها. مرگ بر جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم مسئله فقط حجاب باشه. و اینکه یک مسئله مهم رو شما در نظر داشته باشید، یه شخصی به نام خانم مسیح علی نژاد، من این رو الان دوست دارم خدمتون خیلی خوب باز کنم، اومد گفت زن زندگی آزادی. البته فقط ایشون نگفت، خیلی های دیگه هم گفتن. این شعار از طرف ایشون نبود، این شعار اصلا شعاری بود که در زمان محمد رضا شاه فقید بودش. زن زندگی آزادی اصلا روزنامهش هست که همچین چیزی بود، که حق رأی به زنان داده شد برای اولین بار. ببینین، در این شعار که من حقیقتا این قسمت رو قبول دارم، ولی پشت سرش مرد میهن آبادی داده شد. البته اولش نگفتن زن زندگی آزادی بود، ولی یه عده پشت این شعار اومدن و بیشترم اصلاح طلبها بودن یا چپ ها بودن، چپ های تندرو، که اومدن این شعار رو پروموت کردن و فقط بعضی‌ها اعلام کردن که این فقط در حد حجابه، در صورتی که اصلا به هیچ. البته خیلی از چپ‌ها خواهان براندازی هستن، ولی بعضی از مثلا افراد هم اومدن از اصلاح طلبان گفتن فقط مثلا حالا فقط مسئله حجاب و این. نه، مسئله خیلی گسترده تر از این هاست. ما هزاران مسئله داریم، ولی چون از زنان در اون زمان خیلی فعال شدن و واقعا
پیشرو بودن، این شعار خیلی پروموت شد. ولی واقعا مسئله براندازی بود. اینکه شاهزاده خودشون رو میندازن وسط، این کاملا حرف اشتباهیه. مردم چه در داخل چه در خارج این رو، نمیتونم بگم همه مردم ولی اکثر مردم این رو تقاضا میکنن و شاهزاده‌ای که 45 ساله داره فعالیت میکنه جلو افتاده است، همیشه جلو افتاده است و بوده. از زمانی که از ایران خارج شده ایشون هیچ وقت خودشون رو نیومدن بندازن جلو، ایشون همیشه در حال مبارزه بودن. یعنی روزی نبوده که ایشون فعالیت نکنه. حالا البته نمیتونم بگم تعطیلات نداشتن، شبانه روز در طول 45 سال داشتن، نه، اینا همه خب نمیتونه صحت داشته باشه، درست هم نیست. ولی اگر برایند طول عمر ایشون رو بگیریم، بعد از انقلاب، همیشه انقلاب، البته نمیتونم بگم شورش 57، همیشه در حال مبارزه بودن و ایشون هم به عنوان یه مبارز این کار رو انجام دادن. امیدوارم پاسخ سوال شما رو داده باشم. بله بله، خیلی ممنون. خب تمام. بریم سوال بعد. خواهش میکنم. سوال بعد. ببینید آقای پهلوی رفتن به اسرائیل و جلسه گذاشتن با خود آقای نتانیاهو و البته جلسه خیلی حاشیه، ظاهرا جلسه دیگری بود ولی به هر حال دیداری بود دیگه. اساساً آقای نتانیاهو به عنوان یک چهره ای که بمبش رو سر و کله ملت میندازه، مردم، کودکان، از این چهره ایه که در جهان جزو سیاست مدارای به اصطلاح عزیز باقی کشورها هم نیست به اون صورت. ولی دیدار ایشون واقعا، شما فکر میکنید در جامعه ایرانی احتیاج، یعنی تولید محبوبیت میکنه برای پهلوی، یا این یک اشتباه استراتژیک بود به نظرتون؟ بله، ببینید، اصلا اشتباه نبود، کاملا کارشون درست بود. به دلیل اینکه در زمان، من باید برگردم به عقب، در زمان کوروش کبیر که اتفاقا فردا بزرگداشت ایشون هست به طور رسمی 7 آبان، کوروش کبیر کسی بودن که اولین منشور حقوق بشر رو به جهان ارائه دادن، اعلام کردن، هستش در سازمان ملل، نوشته کوروش کبیر اونجا هست. و کوروش کبیر کسی بودن که یهودیان رو از از دست رومی ها نجات دادن. و میتونید گوگل کنید، وقتی که سایرس گریت رو بزنید یا کوروش کبیر، این رو کاملا میتونید ببینید. یهودیان رو از اسارت رومی ها نجات دادن و برگردوندن به اورشلیم و کمکشون کردن که تمپل خودشون یا معبد خودشون رو اونجا بسازن که هست الان در اورشلیم هست. و در خدمت شما عرض کنم که اورشلیم از در تاریخ به نام اولین بار به عنوان اورسلیم بوده و اونجا اتفاقا پادشاهی بوده. ولی دو تا پادشاهی بوده، یکی در شمال، یکی در جنوب، که اختلافاتی با هم داشتن و باعث حالا مشکلاتی هم شده. ولی اونجا همیشه بودن این یهودیان در اونجا. ولی همیشه مثل ایران ما که همیشه در هجوم کشورهای دیگه بوده، اونجا هم به همین شکل در هجوم بوده. به خاطر اینکه خب اونجا هم من اینطور فکر میکنم، من که تا حالا ندیدم نمیدونم چه جوریه، ولی احتمالاً یک چیزایی هستش که مورد توجه قرار گرفته از همون زمان. و همیشه بوده، میگم اورسلیم بوده اول. باز هم اینم میتونید تحقیق کنید، همین الان میتونید گوگل کنید ببینید. پس ما یک پیوند دیرینه داریم با اون سرزمین. ضمن اینکه
بدون این اغراق اسرائیل یک کشور قدرتمندی، حالا هر چقدر که هست مساحتش کار ندارم، ولی به عنوان یک حکومت و یک کشور قدرتمند هستش. و چون ما نیاز داریم برای اینکه، البته تمام این حرفایی که من میزنم این رو خدمتون بگم، من به هیچ عنوان نه سخنگوی اپوزیسیون هستم نه سخنگوی خصوصا شاهزاده رضا پهلوی. من فقط به عنوان همیرا بختیاری یکی از اعضای اپوزیسیون دارم در اینجا صحبت میکنم و نظرات خودم رو اعلام میکنم. ولی خب خیلی بله، بله، اطلاعاتتون به نسبت بله. فعالین به اصطلاح سلطنت از جزئیات کار و من میدونم شما تمام فعالیت های پهلوی رو خبر دارین بله. شما. خب چرا اینقدر اطلاعاتتون جامع من هست؟ من خدمتون میگم، اولا که من خیلی علاقه مثلا دارم که اسامی اشخاص رو بلدین، بله، جزئیات سفر رو بله، میدونین. بله. من چرا؟ اصلا ارتباط مستقیم هم با شاهزاده ندارم، ولی ایشون رو دیدم، دو سه بار دیدم، باشون صحبت کردم، ولی من از اطرافیان ایشون نیستم، سخنگوشون نیستم، ولی من ایشون رو خوب میشناسم، ایشون هم حالا نمیدونم میشناسن یا نمیشناسن، ولی دو سه بار صحبت کردم، ولی من سخنگوی ایشون به هیچ عنوان نیستم و از طرف اپوزیسیون هم صحبت نمی کنم. اینو خواستم دقیقا مشخص کنم. ولی اطلاعاتی که ولی من دارم به فکر کنم خاطر، یه اتفاقی افتاده، یعنی شما وسط برنامه نه اینو نه میگین در حالی نه یک نه کسی اومد داخل اتاق چی شد نه یه نه دفعه؟ نه نه آها نه نه خیلی خوب. من یادم افتاد چون مسئله اسرائیلم فرمودین که چرا رفتن، من خواستم فقط دید خودم رو بگم، چون آها. از دید من اینجوری هست، نه از دید ایشون، شاید ایشون دلیل دیگه ای داشته. به خاطر این خواستم اینو مخصوصا تایید کنم، تاکید کنم. و ضمن اینکه حرفایی که زدم، کلا صحبتایی که شد، کلا نظراتی که دادم فقط نظر شخصی خودم بود. باید این رو میگفتم و از اول اتاقم باید میگفتم، ولی الان لازم دیدم حتما تاکید کنم. ببینید، در وقتی که شاهزاده تشریف میبرن به اونجا و دعوت میشن صحبت میکنن، ما دردمون مشترکه. ما یک درد مشترک داریم با همین کشور اسرائیل، یا مردم اسرائیل بهتر بگم. درد مشترک ما رژیم جمهوری اسلامی است که نیابتی های زیادی داره در فلسطین. من یه سخنرانی هم داشتم اتفاقا چند وقت پیش در بین بعضی از دوستان، اونم حالا بعدا خدمت خودتون میدم به گوش کنید. بله بله. نیابتی هایی دارن در نیابت، میدونیم دیگه، فلسطین رو حمایت کرد، فلسطین که همون غزه رو حمایت کردن، بعد و لبنان رو حمایت کردن. نیابتی هاشون خود حسن نصرالله، خود ایشون گفتن که از ای تا زی ما داریم کمک میگیریم از ایران. خود اعضای حماس بارها و بارها گفتن که خودشون کمک میگیرن. آقای هنیه اومدن ایران و همون در ایران در هتلی که بودن کشته شدن. و ببینین، در یمن نیابتی دارن، در عراق دارن، حشد و شعبی هست، و در حتی آفریقا نیابتی دارن، از انصاریون هست، از اعضای افغانستان هستن، در سوریه نیابتی دارن. یعنی شما هر جایی که برید و بجز ویرانی حاصل دیگه ای نداشته. چندین سال به ما گفتن اگر اینها نرن سوریه، ایران میشه مثل سوریه. آیا تونستن جلوی حمله مثلا، البته خودشون اول به اسرائیل حمله کردن، آیا تونستن با رفتن به سوریه جلوی حمله اسرائیل رو بگیرن؟ خیر. و کاری که سوریه، یعنی اسد با پوتین در مقابل این رژیمی که رفت به هر دوی اینها کمک کرد در سوریه، جوابشون رو چجوری پس دادن؟ به هر حال از روز کل نکتهش بله. اینه که مطلب اسرائیل اینه که دشمنه هر دو مشترک داریم. کشوره، هر بله، مثلا هر دو گروه. بله، در واقع ایران و حالا اینجوری به شما بگم، اسرائیل و مردم ایران دشمنان مشترکی دارن، حزب بله، الله و
بله. نمیدونم حماس و اینا، و این میطلبه که امروز یک اتحاد استراتژیکی بین آقای پهلوی و دقیقا. آقای نتانیاهو شکل بگیره. بسیار بله. خوب، بریم جلوتر. حالا ما بعد از گفتگو با شما مجدد، چون ما یک مدل دیگه ای هم طرفدار نظام سلطنت داریم، اه، یا به اصطلاح برانداز جمهوری اسلامی، جناب سعید سکویی. من بعد از شما باز حالا ایشون رو اینوایت میکنم اگر بله. تشریف آوردن، بعد از شما با ایشون مذاکره میکنیم. ولی خب حالا اجازه دارم یه چیزی بگم. من بفهم. اعلام کردم من ایشون رو با پوزش از ایشون، من ایشون رو نمیشناسم، باهاشون شخصا روبرو نشدم، به شخصیت، به خود ایشون احترام میذارم، ولی من با پوزش باید خدمت شما بگم که در حضور خودشون من ایشون رو نه طرفدار شاهزاده میدونم نه طرفدار مشروطه پادشاهی، چون کسی که طرفدار مشروطه پادشاهی باشه یا هر چیزی که خودشون میدونن فحاشی نمیکنن. اگر ایشون تشریف آوردن بالا، چون من ایشون رو جزء گفتمان شاهزاده نمیدونم، من از حضورتون مرخص میشم. پس قبل از اینکه ایشون... بله بله، نه بله. بعد بله. از صحبت با شما من با بله. شما خداحافظی میکنم. اگر بله. آقای سکویی قبول کردن منوط به بله. پذیرش ایشون. من با ایشون گفتگوی همینطوری دو نفر قبلا به من شفاهن یعنی در یک اتاقی خیلی صریح به من گفتن که گفتگو رو میپذیرن. اگرچه حتی فرمودن که با خود من زیاد با مواضع من و اینا، تو من موضع خاصی هم ندارم، با زیاد موافق نیستن، ولی گفتگو رو پذیرفتن. حالا برگردیم به سرکار. من یکی دو سوال دیگه دارم بله. و گفتگو با شما رو به پایان برسونیم. خب بریم سر یک موضوع خیلی مهم سرکار خانم، و اونم اینه که به هر حال یک جمعی از ایرانیان که کم هم نیستن، در این سالها هم خیلی بیشتر شدن، معترض هستن و میخوان جمهوری اسلامی بره. و اینا دنبال اپوزیسیون و رهبر اپوزیسیون میگردن که به هر حال جمهوری اسلامی براشون ببره. چقدر فکر میکنید آقای پهلوی شایستگی رهبری اپوزیسیون رو داره؟ یعنی اگر بیاد جلو اساسا مورد قبول براندازه هایی که فکر میکنن رهبر ندارن قرار میگیره و در یک حالا سیستم رأیگیری رأی میاره. چقدر اینجوری فکر میکنید؟ ببینین، من نمیتونم نظر کلی بدم که چقدر، چون من آمار دقیق رو ندارم، ولی خدمت شما بگم این همین الان اگر این دوستان به جای همین عده‌ای که اینجا هستن، به جای اینکه خب این صحبت ها رو الان من دارم نگاه میکنم این پایین، برن تحقیقات خودشون رو انجام بدن و ببینن که کشور ما الان در کجاست، در چه شرایطی قرار داره و ما به کجا میخوایم برسیم، میتونن خودشون تشخیص بدن. شخصی که در خانواده‌ای به دنیا اومده که اولا خودشون، من تمام توضیحات رو خدمتون دادم از اول صادقانه، که در طول این 45 سال گوشه ای از فعالیت من تازه گوشه ای از فعالیتاشون رو گفتم به عنوان شخصی که ارتباط مستقیمم باشون نداره، ولی خب دیدمشون. اه، گوشه از فعالیتاشون رو بهتون گفتم و بجز دردسر، بجز اینکه زندگیشون به هر حال تحت شعاع تمام فعالیت ها قرار گرفته، کار دیگه ای نکردن. همیشه صادقانه صحبتاشون رو انجام دادن، همیشه خواهان دموکراسی برای مردم، رفاه برای مردم بودن، هیچ وقت خواهان جنگ نبودن و همیشه و همیشه گفتن من دارم وظیفم رو انجام میدم، من میخوام مردمی که بهشون متعلق هستن برای کشورم فعالیت کنن، به اون چیزی که شایستشون هست برسن. این از این. ضمن اینکه ایشون در خانواده‌ای بزرگ شدن از وقتی که به دنیا اومدن که پدر بزرگشون ایران رو از اون فاجعه قاجار که مردم
اینها هم همه سندیت داره. مردم قبل در زمان قاجار به جایی رسیده بودن به خاطر اون احتکار میشه گفت که بله احتکار شده بود، که انگلیسا اون کار رو انجام داده بودن که مردم به اون فمین برسن، قحطی، به اون قحطی برسن که معذرت میخوام دارم اینو میگم که گوشت مردار میخوردن و در اصفهان گربه میکشتن میخوردن و مردم به قحطی وحشتناکی رسیده بودن و بیماری طاعون و بیماری‌های دیگه در ایران بیداد میکرد و احمد شاه رفته بود میگفت من اینجا اگر لبو فروشی کنم بهتر از اینه که در ایران بخوام پادشاهی بکنم. و رضا شاه اومد اون کشور ویران شده رو تحویل گرفت و بعد وقتی که از ایران خارج شدن و رفتن تبعید شدن به جزیره موریس، کاری کرده بودن که الان داریم آثار فعالیت ایشون رو میبینیم. اون جاده چالوس، اون راه آهنی که ایران، راه آهن سراسری که ایران زده شد و حتی دانشگاه تهران رو ایشون تأسیس کردن، حتی اون پل ورسک رو یا ورسک رو درست کردن، پلی که هر موقع قطاری از اونجا رد میشه هنوزم بوق میزنن رد میشن به حالا خاطر. بذارین خانم، بله، بذارین اینا بله، اینا یه روشن لحظه، هست، یه مثلا اینا لحظه. مشخصه. ببینید من بله میخوام بله. بگم و پدرشون محمد رضا شاه فقید اومدن در عرض 37 سال اون همه خدمت کردن، در این خانواده بزرگ شدن و اصلا برای این کار تربیت شدن، از بچگی تربیت شدن برای این کار و خودشون انسان صادق، پاک و هر چیزی که و کارآمدی هستن. چرا که نه؟ شما یک نفر دیگر رو بیاید معرفی کنید. ما همیشه گفتیم، به اون چپ ها گفتیم که با ما مخالفن. دوست داشتم راجع به اون چپ ها هم صحبت کنم، چون خدمتون بگم من در روسیه تحصیل کردم. من بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اونجا بودم، دیدم چه اتفاقاتی افتاده بود اونجا، برای یعنی بعد از فروپاشی بود ولی آثار کمونیستی رو من اونجا دیدم. و این چپ ها بدون اینکه بفهمن ایران به چه فلاکتی خواهد رسید، البته دنبال کمونیستی نیستن ولی سوسیالیستی هم برای ایران درست نیست، دلیل دارم براش، و نمیان صحبت کنن. یه همچی شخصی هست که تمام زندگیشو گذاشته و بجز این که دارن یه عده‌ای، البته عدهشون کمه، ولی دارن اینجوری سنگ اندازی میکنن، این درست نیست. باید خیلی هم از خدامون باشه، یه نفر میخواد بیاد اه، با کمک همه ما مسئولیم که بیایم کشورمون رو بسازیم، عوض این کار بیایم مثلا ببخشید فحاشی کنیم که الان همگنمونه. بله اونو نه، و چت واقعا مهم نیست، اصلا معلوم و نیست اینایی میدونم که تو چتن واقعی نیستن، یه درست. چیز قاطی پاتیه، رها کنین. آخرین سوالم از شما هست توی این برنامه. خیلی ممنونم، اطلاعاتی که راجع به کنم اه، ققنوس دادین، اطلاعاتی که راجع به اه، نودو مفتی بله نفتی دادین، اطلاعاتی که راجع به ارزم پروژه بخیر امید پروژه، ایران. بله امید ایران، اینا خیلی عالی بود. سوالی که از شما دارم اینه که اگر جمهوری اسلامی مسئله اقتصادیش رو با غرب حل کنه، احتمال این هست که اعتراض در ایران به معنی اینکه بخوان جمهوری اسلامی بره، این البته چیز میگن، خیلی اینو میگن اصلا ممکنه حتی مردم دنبال دیگه حجاب اختیاری هم نباشن، چه برسه به براندازی. به نظرتون آیا این حرف درسته؟ مردم ایران ممکنه با حل مشکل اقتصادی ایران توسط غرب، یعنی مثلا از حزب الله دست برداره، بهش جایزه بدن، ممکنه مردم دیگه دنبال رفتن جمهوری اسلامی نباشن؟ شما چه این چیزی رو قبول دارین؟ ببینین، این جمهوری اسلامی، اولا که من یه چیزی خدمتون بگم، متاسفانه ما دولت نداریم.
ما یه سازمان مافیایی هست که داره کشور رو اداره میکنه. اگر این سازمان مافیایی فکر میکنین که دی ان ایش میتونه تغییر بکنه، به فکر مردم باشه، سخت ما در اشتباهیم. از لحاظ اقتصادی هم نمیتونه حل بشه. چرا؟ چون شوربختانه از اون بالا تا پایین همه با عرض پوزش، البته پوزش هم نداره، این حقیقته، چرا پوزش، فاسد هستن. داریم میبینیم اختلاس هایی که شده، اختلاس های بیلیونی میلیاردی که انجام شده، ساختمون هایی که دارن، اگر اینها به فکر مردم بودن که میخواستن حل کنن این مسائل رو، سیستان و بلوچستان به اون حال گرفتار نمیشد که داریم میبینیم. مثل همون تازه مردم غزه دارن نه اینا مجبور، نظرات شماست یا نظرتون اینه مردم اینجوری فکر میکنن؟ یعنی میخوام بدونم 100% مردم این حالا فکر مردم میکنن. ایران به نظرتون اگر مشکل اقتصادیشون حل بشه حل نمیشه. از براندازی دست برمیدارن یا نه؟ این نه سوال نه، بر شما. نمیدارن، بر نمیدارن. آها. ببینین، من یه صحنه هایی دیدم که ناراحتم شدم. البته اتفاقا به چند تا از دوستام نشون دادم، گفتم ببینید، باور نکردنیه. در کجای دنیا شما سراغ دارین یه کشوری بیاد به یه کشور دیگه حمله کنه؟ هستا، من میتونم خدمتون بدم و همین الانم میتونم بدم. بیان جشن میگیرن، بیان اونجا سوت بزنن بالا پشت بود و یک مسائل فکاهی پیش. چرا؟ اینو به خاطر اینکه دارن تنفر خودشون رو از این رژیم نشون میدن. در طول یعنی 45 در سال. زمان حمله بله، اسرائیل پیش اسرائیل. اومده بله، مردم جشن گرفتن. بله هست، من میتونم براتون بفرستم. ببینید، آها. ببینید، در دو تا مسئله رو باید در نظر. اولا که کدوم یکی از این سران مثلا میتونن اختلاس نکنن، تمام داراییشون رو بدن. خونه دارن دیگه، چند تا خونه دارن، یه دونه خونه برای خودشون نگه دارن، بقیه خونه هاشون رو ببخشن به مردم. یک کدومشون رو شما همین آقای قالیباف این کار رو انجام میده؟ واقعا انجام میده؟ یا آقای شمخانی این کار رو انجام میده به نظر شما؟ اینا سران ما هستن دیگه. ما از کره ماه که نیومدن، پس شدنی نیست. اینها امکان، اتفاقا برای همین این رژیم رو نگه داشتن، اتفاقا برای همین مسئله مالی خودشونه که میخوان با اسرائیل هم دیل بکنن، برای همین مسئله مالی خودشونه که همیشه با آمریکا دیل کردن. بله. بله، بسیار این عالی. امکان پذیر پس نیست. نظر نهاییتون هم اینه که بله. داستان دموکراسی خواهی با رفع مشکل اقتصادی یا خیر. حل خیر. شدن مسئله با اتحادیه اروپایی و امریکا حل میشه. خیلی نه، به خاطر ممنون. اینکه رژیم فاسدی داریم. یه مسئله دیگه خدمتتون عرض کنم. ببینید، خانواده هایی که فرزندان خودشون رو از دست دادن، مادری که میشینه سر قبر پسرش، بانو بله. لیلا محمودی فرزند خودش سیاوش محمودی رو از دست داده. من واقعا واقعا نمیدونم چی بگم. این بچه اومده بیرون، بچه 14 ساله اومده تو خیابون، خب، اومده این رو زدن، خب، این رو زدن و رفتن 2 بار قبر این بچه رو، سنگ قبرش رو شکوندن. شما فکر میکنین ما، همه ما مردم ایران که داخل و خارج فراموش میتونیم بکنیم؟ ما داریم صحنه های فاجعه باری داریم. دختران زیبا، پسران زیبایی که چشمشون رو از دست دادن، ما میتونیم فراموش بکنیم؟ یا کسانی که فقط یه فرزند داشتن اون رو از دست دادن، ما میتونیم فراموش بکنیم؟ یا کیان پیرفلک 10 ساله تو ماشین پدرش داشتن میرفتن اونو شلیک میکنن، بعد مادر میره پسرشو میاره تو خونه. اینا داستان نیست، قصه نیست، واقعیته. به خاطر این دوستان سایبری دارم میگم که بدونن. این مادر بله. میره بچه جسد پسرش رو میاره، بچه 10 ساله میذاره اونجا، نرفته بوده انقلاب کنه نه چیزی، میکشن تو ماشین. پدرم
میره تو کما. بعد بچه رو میذارن اونجا، میره دنبال یخ میگرده. کجای دنیا همچی چیزیه؟ کجای دنیا؟ میره دنبال یخ میگرده، بچه رو، جسد رو تو خونه نگه داره که ندزدن، جسد رو ندزدن، اجسادی که کشته میشه رو میدزدن و بعد اعلام میکنن، میگن برید فلانجا سر قبر بچه‌تون. خب بعد بله. در سالگرد کیان پیرفلک، تولد کیان پیرفلک، پسر عموی مادرش رو به خاطر اینکه رفته بودن عزاداری کنن میکشن. شما فکر میکنین این رژیم بیاد مثلا به چند نفر پول بده مردم فراموش میکنن این چیزها رو؟ خیر. 1500 نفر در آبان، تازه آمار خودشونه، 1500 نفر در بیش از این هاست ماه شهر رو به خاک و خون کشیدن اون ما زمان. 3 روز حالا اجازه بدین اینا دیگه فراموش اینجا رو همین یکی دو بله، مثال کفایت میکنه. بله. سعی کنیم روی بحث سیاسی بمونیم و به هر حال این ببخشید یه قسمت هم لحظه من یه چیزی بگم. آقایون و خانومایی که میگن نظر فانتزیه، من معذرت میخوام، من اولا که دعا رو قبول ندارم، ولی یک لحظه تصور کنین این اتفاق برای خودتون داره میفته. این پرت و پلاهایی که رژیم به شما میگه، من باورم واقعا احمقانه است که باور کنید. برید همه رو ببینید، فانتزی نیست، شوربختانه واقعیته. ولی بعضی از شماها انقدر فکر میکنید زنده میمونید در این دنیا. همه ما رفتنی هستیم دوستان، هممون خب رفتنی خانم هستیم. نگه دارین دیگه، اگه میشه دیگه آخه اینجا خیلی نگه بده، دارین. میگن حرفا فانتزی. من اونا دارم مگه در مورد مهمه؟ مگه مهمه که هر کی هر چی گفت شما بله، جواب بدین؟ رها کنیم اون بله، مطلب اصلی، بحث جناب بله، پهلوی و بله، گرایش سلطنت هست. خیلی بله. ممنونم از حضورتون، خیلی سپاسگزارم. جواب بدین به همه پرسش‌های ما. من از متانت و صبر شما ممنونم، از قبول دعوت. من سپاسگزارم. از شما خداحافظی میکنم. بله. جناب آقای سکویی رو دعوت میکنم اگه قبول کردن تشریف آوردن در خدمت ایشون باشیم در همین حوزه. من میتونم یه درخواست بکنم؟ چون شما دارین این بفرمایید. رو ضبط میکنین و برای من مناسب نیست. اگر میتونین، ببخشید، البته این استیج مربوط به شماست، من تصور کردم که فقط من هستم در این گفتگو. اگر یه اتاق دیگه بزنید که آقای سکویی تشریف بیارن ممنون میشم، چون پشت سر من اگر بخواد ضبط بشه برای من شخصا زیاد مناسب مناسب نخواهد. باشه. نه با خودشون الان هم بله. اگر اومدن بالا من سپاسگزارم. الان دعوت بدم، اگه قبول کردن اومدن بالا که بله، بله، اگر قبول نکنن که دیگه اتاقو میبندیم بله. همینجا. باشه بی چشم، خیلی بی ممنونم نهایت از سپاسگزارم. من پوزش خوشحال میخوام از شدم. این درخواستی که کردم. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. نه نفرمایین، شما هم حق دارین. خواهش میکنم. خواهش میکنم. روزتون بخیر. به امید آزادی ایران و پاینده ایران تا ابد. سپاسگزارم. قربونش. خواهش میکنم. جناب سکویی، من دعوت دادم خدمتون، چند لحظه صبر میکنم اگه قبول دعوت کردین که وارد گفتگو میشیم در اتاق جدید. اگر نه که اتاق در این لحظه میبندیم. شعری هم بد نیست پخش کنیم برای ایران تا آقای سکویی تصمیم میگیرن آیا وارد گفتگو میشن یا نمیشن. ایران، برای ایران شعر زیاد خونده شده. من یک شعری رو برای شما انتخاب میکنم که به درد این روزها میخوره. ارزم که اجازه بدین که این استیدیوی ما یک سیستم صوتی خوبی هم داره، فعالش کنم. جناب سکویی مجدد بگم دعوتتون کردم. ما برای پرسیدن نام گلی
ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم ما برای بوسیدن خاک سر قله ها، چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود، خون دلها خوردگی، خون دلها خوردگی. لا 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 لا. لا 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 لا. بسیار خوب، اینم آهنگ پایانی. آقای سکویی رو من دعوت دادم تشریف نیاوردن که پس هیچ. اگر هندریز رو باز نگر میدارم، اگر از گفتمان سلطنت به هر شکلش کسی مایل هست صحبت دفاعی بکنه، انتقادی نه، من دعوت میکنم ازشون. هندریز باز هست. طرفداران جناب پهلوی، آقای سکویی هم ما رو گذاشتی سر کار، گفتی که دعوت کن و فلان و چی شد برادر. عرضم به خدمتتون خیلی مشکل است خانم آقایون. من واقعا بله آقای روشنی میخوان بیان بالا که حتما دعوت، حتما قبول میکنم. شما خیلی به گفتمان سلطنت نزدیکی، خیالت راحت. ببینید خیلی مشکل است واقعا گفتگو کردن با دوستان در یک اتاقی. اگر مثلا تو مایکشون بیان، مثلا همین جناب سکویی هی تو مایکشون میان بهشون توهین میکنن، اونجا میره صحبت کنه، ولی ما وقتی ایشونو دعوت میکنیم در یک صندلی آزاد بدون توهین با تنها مجری کلاب هاست که یک فوش تا حالا نداده، بسیار سخت است. اصلا واقعا 2 سال من دنبال ایشونم، یا سرکار خانم گنجی یا جناب آقای آریا. خیلی عجیبه که دوستان در اتاقهای پر از مزاحم و پر از توهین میشینن، ولی در یک گفتگوی آزاد من نمیدونم چه مشکلی است. پدر ما در اومده با سلطنت طلب ها. خیلی خوب خانم آقایون، اتاق بمونه به یادگار، ضبط شده. خیلی گفتگوی خوبی بود با سرکار خانم بختیاری. واقعا من خودم انقدر نتونسته بودم با هیچ سلطنت طلبی جلو برم. ایشون فعالیت‌های پهلوی رو خیلی قشنگ شرح دادن، ابهامات خیلی زیادی رو توضیح دادن. اتاق رو در این مرحله میبندیم و میریم برای اتاق بعدی. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.